2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. چی شد؟ کی اونجاست؟ عجله کن. زود باش عجله کن. کسی اونجاست؟ برو تو همون. برو دیگه. چی شد ها؟ چی میگی؟ چی شد؟ به خاطر این احمق بیرونمون کرد. میدونستم باید چی کار کنم ولی چیکار کنی؟ چی؟ چی شد؟ نگاه کنید. چیه؟ اینجا رو نگاه کنید پیداش کردم. الان گیر میافتن قلب کوچولوی من دیگه طاقت نداره. خب نفس بکش نفس. آره خوبه بهتر شد. عالیه آروم باش. دیگه باید برقا رو قطع کرده باشن. زود باشید دیگه. شما کی کارتون تمام میشه؟ یعنی میگم بعدش شاید 4 تایی با هم رفتیم رستوران. ابراهیم چه خبره؟ باز چی شده؟ دیگه باید بیان بیرون. آخه اونجا چه خبره ها؟ بنویس بگو بیان بیرون. بجو داد نزن. از استرس شدید خیس عرق شدم. همه جام پر آب شده. فیوز پریده چی شده؟ ابراهیم تو چه دهه‌ای هستیم که قطعی برق داریم آخه؟ ملیسا تو خوبی؟ آره خوبم. در عرض 2 دقیقه خامشون کردی. من هیچ غلطی نکردم. الان نگاه میکنم داداش همونطور که گفتی شاید فیوز پریده. بریم.
نیومدن بیرون؟ نمیدونم، گمونم اون تو گیر کردن، انگار میخوام یعنی چیکار کنن. هی دویگونه عوضی، با تو هم. بیریجیک چی کار میکنی؟ دویگونه آشغال، باید پولمو پس بدی. میشنوی چی میگم؟ یه دقیقه آسایش نداریم. من پولمو میخوام دویگون. بیریجیک این مرده که آشغال باید پول منو بیریجیک و بده. ملیسا نیستن؟ آره. چرا داره داد میزنه؟ پول نمیخورم. میشنوی چی میگم؟ واسه حاضیران و پویراز داره وقت میخره، میدونم. آفرین. من اصلا از حقم نمیگذرم دویگون، فهمیدی؟ من هر جور که شده باید پولمو ازت بگیرم. من نصف روز براش کار کرده بودم. تو این دور زمونه پول در آوردن آسون نیست که. های خدا یه چیزی شده، نگهبانا اومدن، نه یه چیزی میشه. وای من دیگه طاقت آروم باش دیگه. نفس بکش، نفس. خانوم برو دیگه، بس دیگه، شورشو در آوردیم. بیریجیک بیا دیگه بریم باشه. نه خیر دویگون، باید بیای اینجا و پول منو بدی. من نصف روز برات کار کردم، شوخی که نیست. هیچ کس تا حالا حق منو نخورده. من پولمو میخوام. چه خبره اینجا؟ باستایی؟ آره باز چی منم. میخوای؟ من پولمو میخوام، نصف روز اینجا کار کردم، زحمت کشیدم. چه پولی؟ از کجا در میاری؟ یه نفر بودی الان 2 تا شدی؟ بله اینطوریه، ما که اینجا بی صاحب نیستیم. کار کردیم باید پولمونو بدی. بیریجیک بهتره دیگه بریم. نه من پولمو میخوام. ببین باید پولمونو بدی، میفهمی؟ ندی نمیرم از اینجا. بهت گفته باشم. آروم باش. دارن دعوا میکنن. آره حتما دعوا میکنن. زیادم بیرون نمیان. ببین باید یه کاری بکنیم. چیکار کنیم؟ الو، اینجا درخت ساندال براک هستم، بفرمایید. متاسفانه اتاق خالی نداریم، همش پره، ببخشید. الو، اینجا درخت سانداله، منم نهیر هستم. همین الان یه اتاق خالی شده. باشه اسمتون رو مینویسم. نداریم که. باشه یه لحظه. چی میگی؟ هیچی نداریم. باشه نوشتم. خب میخوای چی کار کنی؟ یعنی مغازه رو خالی میکنی؟ خب باید خالی کنم دیگه، مجبورم، راه دیگه ای ندارم. بعدش هم میاد پیش من کار میکنه. البته یه دوره کوتاه. آره. تو چی کار میکنی؟ تو واقعا تو اون خونه کار میکردی؟ خب من یه مغازه جواهر فروشی دیدم، میخواستم بگیرمش. بعد نیاز داشتم که یه روز برم یه جایی کار کنم. یعنی در واقع باید نصف روز کار میکردم و دستمزد نصف روزم رو باید میگرفتم، ولی نگرفتم. بیریجیک تو فقط واسه یه روز کار کردی؟ ببینم تو احیانا پولی چیزی لازم نداری بیریجیک؟ نه نیاز ندارم، من خودم درستش میکنم. به هر حال من باید از این طرف برم. شبتون بخیر. آدرنالین بدنم رفته بالا. امشب نمیشه خوابید. یه شب خیلی چرت و گذروندی. که اینطور؟ هنداری چی کار میکنی؟ به نظرت؟ یه حسی دارم دوباره میخوای منو ببوسی و برای کارهای بدت بری استانبول. اگه تو بخوای من کارای بدمو میذارم کنار. البته چون بهش احتیاط دارم یکم زمان بره، ولی خب سگمو میکنم. این کارو قبلنم کردیم ولی با هم صحبت نکردیم. یعنی تو هیچی نگفتی. چشماتو از من ندوز، منو نگاه.
چی بگه؟ چی میبینی؟ چی حس میکنی؟ اصلا چیزی حس میکنی؟ میشنوی؟ میشه واسه من باشه قلبت. قلب منم مال تو، بشکنیم واسه تو، درمانش کنی واسه تو، هر کاری میخوای بکن، همش واسه تو. ریتیل چی کار میکنین؟ هیچ بابا، به خدا هیچ کاری نمی کردیم. هیچ کاری نمی کنین؟ دارین منو مسخره میکنین؟ نه اصلا. آروم باش لطیف، خودتو کنترل کن. گم شو برو عجلتشم. بابا لطیف چرت نگو. عمو لطیف من عمو چیه؟ بخواه بابات منو بترسونی؟ نمیترسم، گم شو برو گم شو. نمیخوام ببینمت. ریختت جام کن از اینجا. من نمیخوام اون ریخت نحس تو رو اینجا ببینم. برو گم شو. اینا آدمای بالغی هستن، تو چه مرگته؟ من خونم و واسش وا میکنم بیا دختر منو ببوسه. حل دیگه چی؟ این دخترت بزرگ شده، میدونی چند سالشه؟ به علاوه هنوزم داره با تو زندگی میکنه، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، تو نمیتونی دخالت کنی. اگه اشتباه هم کرد بازم گردن خودشه. زینب چیه؟ من که میدونم برای اینکه جلو ازدواج دخترت با پویرازو بگیری چی کارا کردی. آزادی بهم چی نگو. چه ربطی داره آخه؟ ببین دخترم، تو هیچ اشتباهی نکردی، باشه نگران نباش. زینب قلب تو میشکنم ها. بشکن واسه منو بشکن، ولی واسه این دختره رو حق نداری بشکنی. باشه داستان با تو تمام شد، دیگه نمیخوام اسم با تو رو بشنوم. خسته شدم، فهمیدی؟ خیلی دیگه پر رو شدین. راویه فرو. لطیف این سری دیگه خراب کردی. اون آدم بزرگیه. اینجا شاید همکار باشیم، اما با همدیگه مثل غریبه ها هستیم، باشه؟ به خاطر همین وقتی کاری نداریم بهتره کنار هم دیده نشیم، یعنی تا وقتی که مجبور نشدیم. نهیر جون میشه کلید اتاقمو بگیرم؟ باشه همین الان. ولی آبجی حزیران واسهتون یه خبر بد دارم، یا شایدم خوب. یکی از اتاقای شما رو مجبور شدم بدمش به مشتری. به خاطر همینم امشب باید توی اتاق بمونین. بفرمایین اینم کلید خدمت شما. شیفت منم تموم شده، میبوسمتون. فعلا شب خوش. باشه خیلی خوب، واسه من مشکلی نیست. تو برو بخواب، خسته شدی. منم یه کاریش میکنم. هر طور دوست داری. خوش اومدین. شماره اتاقتون؟ شماره 14. شب خوبی داشته باشین. ممنونم.
پویراس. هزیران چی شده؟ اینجا نمیتونی بخوابی. خیلی خوب باشه، هر طور دوست داری. به جای اینکه اینجا بخوابی بیا توی اتاق بخواب. میخوای مشتری و مسئولان ببینن که تو اینجا میخوابی؟ خیلی زشته. چی کار میکنی تو؟ آخه این وقت شب کی میخواد ببینه؟ نمیشه. من نمیخوام. باشه برو تو اتاق. چی؟ برو توی اتاق پویراس، زود. تو اینجا میخوابی. یه خط مرزی هم گذاشتم از اینجا رد نشی. مریض شدی؟ نه، اون بیرون که خوابیدم یکم باد بهم خورد، سردم شده. الان گرمم میشه، چیزی نیست. نه نگران نباش. خیلی خوب. پس تو بخواب استراحت کن. اینم قشنگ روی خودت بکش. باشه؟ منم دیگه بخوابم و استراحت کنم. فردا باید دویگون از این جزیره بیرون کنیم با هم دیگه. اجازه نمیدم اون یارو به این جزیره ضرری برسونه، میدونی دیگه. نگران نباش. پویراس کمکم کن. هزیران پویراس کمکم کن. پویراس منو ول نکن. هزیران پویراس هزیران من اصلا ولت نمی کنم هزیران، هیچ وقت. تو منو بیرون کنی یا با هم دعوا هم کنی ولت نمی کنم. اصلا ولت نمی کنم. تو چی کار میکنی؟ پویراس؟ مگه نگفتم از این مرز رد نشو؟ نه اونطوری نیست. دیشب داشتی خواستم بهت خوبی کنم، شاخ شدی. باشه، راست میگی، ببخشید. ببینا فقط واسه یه شب بودا، باشه؟ واسه فردا یه جای خواب پیدا کن. باشه
امروز ساعت 11 همه میان این قضیه دویگون رو صحبت میکنیم، باشه؟ کجا موندی؟ خیلی گشنم شد. چی کجا موندم؟ خب یه چیزی میخوردی، واسه چی منتظر من موندی؟ واسم چی گرفتی؟ واسه شماره 4 2 تا قهوه. بفرمایید. بهت گفتم بیای اینجا کار کنی خیلی خوب میشه. ممنون که هستی. تو هم خوبه که هستی. امروز روز خاصیه؟ نه نمیدونم، فقط دلم اینجوری خواست. بد شده؟ خب تو اصلا با اینجور لباسا راحت نبودی، مشکل داشتی، یه کمی هم آرایش کردی. نه این چیز خاصی نیست. خب میگفتی وقتی کار میکنم اذیتم میکنن، واسه همین آرایش نمیکردی که اینطور رسما دارم خودمو اذیت میکنم. احمقم دیگه، تازه به منم نمیاد. یعنی من همچین دختری نیستم، خودت هم گفتی، خیلی عجیبه. تو در هر صورتی خوشگلی، اینجوری شناختمت، اینجوری دوستت دارم. خودت باش، یه آدم دیگه نباش. جدی؟ یعنی دوست نداشتی خانوم تر باشم و با ناز حرف بزنم و بیشتر به خودم برسم؟ برو خدا رو شکر کن که مشتری اینجاست، وگرنه میبوسیدمت عزیزم. منم یه جوری جواب تو میدادم که برو شکر کن که مشتری ها اینجا. خب دیگه حالا این پاشنه بلندا رو در بیار، ملیسایی که میخوام باش. آخیش پاهم خیلی درد گرفتن. 2 تا قهوه ما چی شد پس؟ الان میارم داداش. اینا واقعا خودت درست کردی؟ از خوشحالی نزدیک گریه کنم. نوش جونت. اوف خیلی ممنونم. خدایا شکرت. بابات عصبانی شد؟ تو میدونستی این خونه ضد زلزله نیستا؟ بعدش هم تو واسه چی اصلا تو خونه حاضران موندی؟ هتل قطعه؟ خب میرفتی هتل یا میرفتی خونه دوسته؟ اول اینکه پول ندارم، دوم اینکه دوستی ندارم. به اندازه کافی واضح بود؟ واضح بود. اگه اون همه پول بالای هتل نمیدادی الان وضعت خوب بود. یواش یواش. چی شدی؟ صبر کن، بیا بخور. بذار بزنم پشته. صبر کن، بذار بزنم. آها چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ آها صبر کن. چجوری انقدر خوب بغل میکنی ها؟ تو قهرمان من شدی. آره چجوری دستای خوشگلتو من ببوسمشون ها؟ دیوونه یه احمق، میکشمت. فکر کردم حالت بده. واقعا دیوونه ای. دیوونم خب. دیوونگی تو هم چیه؟ چی گیری افتادم ها؟ من با تو چی کار کنم؟ چطوره که مثلا این کارو بکنیم؟ از جایی که دیروز موندی لطیف کنترل نیست؟ کنترل میکنیم ببینیم کسی به اسم لطیف این اطراف هست یا نه. خب نیست، پس مشکلی نیست. خاله عالیه. خاله عالیه. یکی مثل خاله عالیه. خاله عالیه جون. سلام خاله عالیه جون. باتور دوست منه. در واقع شما میشناسینش نه؟ اومدم کمکش کنم. من دنبال تو میگشتم که خبری از پایراز بگیرم، ولی میبینم که تو کارای دیگه ای داری.
بگذاریم شما راحت باشید. چی کار دارم میکنم؟ من چی کار دارم میکنم؟ خدا لعنتم کنه. وای خدایا، همه چی خراب شد. به خاطر تو همه چی خراب شد. ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ ما چی کار میکنیم اینجا؟ چرا باید الان اینجا باشیم؟ من اصلا دلم نمیخواست کسی بفهمه، ولی دقیقا کسایی که نمیخواستم فهمیدن. وای خدای من، دومین بار شد. وای چی کار کنم حالا؟ وای خدا. خیلی خوب، خیلی خوب. من دارم به زندگیم ادامه میدم. همین. اما آخه چه لزومی داشت که اینا الان ما رو ببینن؟ آخه چرا باید تو این وضعیت ما رو ببینن؟ هنوزم میترسی که بره به پویراز بگه؟ به همه میگه. آبروم میره. یعنی چی؟ خب این که با من رابطه داری خجالت آوره؟ یعنی چون با من رابطه داری خجالت میکشی؟ نه البته که نه. خب پس چیه؟ دیروز تپش قلب گرفتی. چرا قلبت اونجوری میزد؟ تو چشمام نگاه میکردی. الان منو نمیبینی؟ داشتی منو میبوسیدی. این یعنی چی؟ الان یهو چی شد؟ آره قلبم میتپه، اما این قضیه برای من به این آسونی ها نیست. میفهمی؟ نمیفهمم. نفهمیدم. نه نمیفهمم. من بیشتر از این خجالت زدت نمیکنم. فکر کنم بازم حوصله نداری. آیشی خانم سلام. منم میرفتم نونوایی. چه تصادف خوبی. آره واقعا نمیشینید؟ خیلی ممنونم. جزیره کوچیکه. آره درسته، خیلی کوچیکه. من قبلا اینجا رو اصلا دوست نداشتم. منم دوست نداشتم، هنوزم دوست ندارم. اینجا خاطراتی دارم که میخوام فراموششون کنم و پاکشون کنم، ولی بازم برای اومدم به اینجا خیلی زحمت کشیدم. میتونم دلیلشو بپرسم؟ اینجا یه چیزی هست که برام خیلی با ارزشه. شما یه همکار داشتینا، مشکلتون با اون چی شد؟ اون مسئله همینطوری مونده، یعنی کاری نکردیم. ما الان یه مشکل دیگه داریم، یعنی سعی داریم با هم اونو حل کنیم. یه شرکت داره سعی میکنه همه زمینای توی جزیره رو بخره. اینجا یه خوشگل رو خراب میکنن، همه جا خونه میسازن. با این مشکل سر و کله میزنیم. اینطور؟ خب چی تو ذهنتونه؟ راستش ما میتونیم بازی اینا رو به هم بزنیم، اما باید تصمیم بگیریم که این کارو کی و کجا انجام بدیم. همین. امروز اینجا معرفی یک برند هستش. آدمای زیادی هم تو شرکت میکنن. کارتاشون رو دیده بودم. شاید برای این که صداتون رو به گوش مردم برسونید فرصت خوبی باشه. نظرت چیه؟ منظورتون برند لودوسه؟ آره؟ آره فکر کنم لودوس باشه. راستش منم دیده بودم.
آره حق با شماست، اونجا جای مناسبیه، باید صدامونو به گوش مردم برسونی. آیشه خانم من خیلی ممنونم، هر موقع باهاتون حرف میزنم خیلی خوب میشه، خیلی ممنونم. من دیگه برم. از شما میایید اونجا؟ نمیدونم، شاید بیام. پس میبینمتون. میبینمت حاضیران. ای خدا ببین دستامو میبینی چقدر هیجان زدم، ببین چجوری میلرزه. به خدا آخرین بار تو جشن ختنه شدنم انقدر هیجان زده بودم. ای خدا ببین هنوز داره میلرزه. وای نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی بگم. به خدا ای خدا ای خدا مراسم کی شروع میشه؟ چند ساعت مونده ها؟ اونجا باید آروم باشیم. به نظرم از قبل جا رزرو کنیم. باشه دعوت نامه ها چی ها؟ لطیف هماهنگ کرده دیگه ها؟ استرس نداشته باش دیگه. ببین 3 تا برای من و تو و سلمان. لطیف آورده، نگران نباش. اینجوری با لیوان چای نشین جلو من، اعصابمو خورد میکنی. بلند شو برو آماده شو، 4 ساعت طول میکشه. گورکم تو چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ چه جوری حرف میزنم ها؟ بلند شو. باشه استرس داره، به خاطر من آروم باش. طرحهای ما هم رسیده به نظرت؟ ها حتما رسیده جانم، رسیده. بدون دردسر مشکل یه سخنرانی آماده کردم، نگاه کنی. برای چی؟ قراره جایزه بگیرم. خب یه سخنرانی کوتاه یک کوچولو شد گورکم. طولانی البته. به خدا الان دوتاتونو با قیچی خیاطی تیکه تیکه میکنم. برید آماده شید بابا، بسه دیگه برید. از جلو چشم گم شید. من به کمک میکنم. نمیخوام این مراسمو اصلا از دست بدم به هیچ وجه. زود باشید. از اونجا یه دونه خودکار بیار، باید یه چیزایی اضافه کنم. مادر بزرگ از اینکه ندیدت خوشحال شدم. کی ندیده؟ ببین برات لباسای تمیز آوردم، چون نمیدونستم با کی کجا میمونی گفتم لازمت میشه. بیا بشین. زحمت کشیدی، ممنون. برات دلمه درست کردم، برات از برکای خودم درست کردم، بامیه پختم از همونایی که دوست داری، با نخود درست کردم. خب وقتی خونه نیستی خبر ندارم که کجا چی میخوری پسرم. من خوبم مادر بزرگ، یعنی کم و کسری ندارم، خوبم، راحتم. پسرم هر چقدرم جات راحت باشه من بالاخره مادر بزرگتم، نگران میشم. تو بچه منی، میدونی از وقتی به دنیا اومدی بزرگترین خوشحالی من تویی. تو هستی عزیزم، بزرگترین شادیم، نگرانیم، غرورم تویی. من چجوری نگرانت نشم؟ میدونم تو حق داری که از دست من ناراحت باشی. چی کار کنم؟ عقل منم به همین قد میداد. خب بعد از این بیشتر از این هم از دست من عصبانی میشی. دلیلی ندارم بیشتر از این از دست عصبانی بشم که مادر بزرگ. چی میتونه باشه مگه؟ تو بزرگترین بدیو در حقم کردی. ببین هر کی هر چی بهت بگه و هر چی برات تعریف کنه، اینو بدون که من هر کاری کردم فقط به خاطر خوبی تو بوده پسرم. مادر بزرگ کی چیو میخواد؟ واسم تعریف کن. من نفهمیدم، واقعا نمیفهمم چی میخوای بگی. یکم پیشم گفتی تو رو دیده یا ندیده. کی میخواد منو ببینه؟ چی میخواد بگه؟ وای راست من خیلی دوست دارم پسرم. تو از جون منی و از خون منی. من همه این کارا رو کردم که آسیبی بهت نرسه. اینو بدونی کافی. خوبی؟ شروع کنیم؟
رسیدیم به مرحله آخر. تو این مراسم تمام کثافتکاری‌های دویگون رو به گوش همه میرسونیم. دوستان فیلم ها همه اینجاست، میذاریم همه ببینن. بعدش هم میکروفون میگیریم و هر کاری کرده رو تک تک میگیم. خبرنگارام اونجان، همه به حرفای ما گوش میکنن. خب واسه هممون دعوتنامه داریم؟ آره داریم. آقا لطیف واسه هممون گرفته. اینا رو بگیریم. هممون میتونیم تو اون ساعت اونجا باشیم. هممون یه وظایفی داریم. همون اکیپ به راهمون ادامه میدیم. با تو نیست؟ نمیدونم، لابد نمیاد دیگه. سلام، دیر رسیدم، ببخشید. قبل اینکه آمادگی لازم رو انجام بدیم میخواستم یه چیزی بگم. به لطف آلپر و ملیسا خبردار شدیم. ما اینجا هممون برای یه چیزی می جنگیم. اگه نتونیم با هم کنار بیایم مهم نیست. از این به بعد با وجود همه چی با هم از پس همه سختی ها بر میاییم. برای همین بیرژیک برای مغازه‌ای که قراره باز کنی این از طرف ما. چی؟ یعنی چی؟ آخه شما از کجا؟ افتتاحیه که یه واسه آماده بشین. شما دیگه کی هستین؟ خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. اصلا انتظارشو نداشتم. خیلی خوشحال شدم. از همگی ممنونم. شما فوق‌العاده‌این. ما این احساساتی شدن رو نگه می‌داریم برای بعد، چون دیگه باید آماده بشیم. همه باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. باشه؟ 3 ساعت بعد اونجا هم دیگه رو می‌بینیم. همگی خسته نباشین. یس. بریم. پیدا کردم. گرکم بس دیگه، مثل بچه ها همش داری گریه میکنی، زشته. بعدش هم چی میشه مگه؟ شاید بعدن یه جای دیگه با قیل دوست آشنا شدی. لطیف ببین، تو نتونستی یه دعوتنامه دیگه پیدا کنی؟ آخه برای چی دعوتنامه ما رو گرفت؟ بذارید جوونا بین خودشون خوش بگذرونن دیگه. شما اونجا چی کار میکنید؟ ببین چند سالتونه آخه، نگاه کنید. باجناق حرف خیلی بدی زدی، یعنی گن زدی. ساکت شو دیگه. جونش در اومد. ماشاءاللهش باشه. 2 کیلو در اومد. ساکت بگیرش. بده. رفت بهترین فرصت عمرم از دست رفت. تقصیر شما هاست. اصلا اونجوری نگام نکنید ها. قرار بود من اول شم جایزه میخواستم بگیرم ولی اونجا نخواهم بود. کجا هستم؟ اینجا پیش شما ها. اقراق میکنی یا؟ اصلا هم اقراق نمیکنم. دیگه زندگی برای من بی‌معنیه. همه چی تموم شد. باشه خب باز کنین، از اینترنت تماشا بکنیم. نمیدونم چطوری باز کنم، بلد نیستم. نگاه کن ببین چجوریه. دستتو بکش. زنی که آنها لوک. شروع شده ای وای. شما برای چی میخندین؟ لودوس شیر پسر جوونم، یالا خودتو نشون بده. ای خدا قربونت برم. ای جون. انگار به مسابقه میفرسته.
دیدی؟ پویراس نه چیزی نیست. حس کردم یکی رو دیدم شبیهش بود، اما اون نمیتونه بیاد اینجا. چرند میگم بیخیال. دویگون بیشرف هم اونجاست. مرتی که یک کثافت. خیلی کم مونده، خیلی کم مونده. سلام، من نهیر هستم، مجری برنامه امروزم. خیلی خوش اومدین. آخ دختر خوشگل من، این بره خارج من چی کار کنم هان؟ قرونت برم. بله ادامه میدیم. ما خانواده لودوس رو با خاطرات گذشته و امید آینده در کلکسیون لباس پاییز و زمستون 2021 امسال نوآوری میکنیم و برای اولین بار اجازه دادیم یک طراح آماتور با ما همکاری کنه. خدایا خودت خوب میدونی که چی میخوام. آمین. خدای من. داداش از پشت صحنه دارن تو رو صدا میکنن. نمیتونم میزو بذارم. کارگردان داره صدات میکنه، برنامه داره خراب میشه. یالا دیگه زود باش، بیا دیگه زود باش، بیا. بدو همونجا تو صحنه است. این از کجا تنظیم میشه؟ آها، گفتنش آسون بود ولی عمل کردنش سخته. زود باش. صبر کن بارگذاری شه. و نفر سوم رو اعلام میکنم. سومی زینب اصلان هست. مسابقه دنیز آتمان. آقای دویگون سلام، من ایدیلم، یادتون میاد؟ همسر باتو. بله. پدرم میخوان اگر زحمتی براتون نیست شما تشریف بیارین جایزه رو بدین. باشه حتما. تشکر میکنم. خیلی ممنون. ادامه میدیم. ببخشید آقا، بعضیا اون طرف میخوان بدون کارت دعوت وارد بشن. انگار میخوان دعوا رو بندازن. لطفاً هر چی سریعتر رسیدگی بکنید، خواهش میکنم. زودتر. و در نهایت برنده مسابقه طراحی تو برنده میشی. گرکم ببینم حاضری؟ دکمه رو فشار بده. میشه من دکمه رو فشار بدم؟ بیاین با هم دیگه فشارش بدیم. آره زود باشین. 1 2 3 حالا و شو شروع میشه. شد درست شد دیگه ای بابا. چه خبره؟
کی برنده شد؟ متوجه هیچی نشدم. سلام به همگی. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. عکسایی که در پشت من مشاهده میکنید نقشه های دویگون و شرکتش برای جزیرمونه که واقعا خجالت آوره. میتونم به شما گفتن که به طبیعت آسیب نمیزنن، اما همه این حرفا واقعا دروغه. آفرین دخترم، بهت افتخار میکنم. آفرین دخترم. اونا جزیره ما رو به عنوان جزیره رانت در نظر گرفتن. میخوان ثروتشون رو چند برابر کنن. نه طبیعت نه حیوانات براشون مهم نیستن، فقط برای خودشون کار میکنن. اما یه چیزی رو فراموش کردن: یک پارچگی مردم، یکی شدن اهالی جزیره. اینم دویگون بیشرفه که اونجا وایستاده. اون یه دزد بیشوره که برای مشتریاش هر کاری میکنه. ببینید داره فرار میکنه، اما ما از جزیرمون محافظت میکنیم، نمیذاریم بهش آسیب بزنه. مگه نه جزیره کلانگینج؟ نمیذاریم جزیره رو تسخیر کنه، مگه نه؟ برو ببینم چی کار میکنی مردم جزیره کلانگینج. یه لحظه صبر کنید. آیا این حرفا دوستان راسته؟ دروغ میگن. هرچی ما میگیم حقیقته. اینا رو باور نکنید. اینا رو باور نکنید. ولی مدارک اینطور میگه که حرفای شما خیلی دروغه. ببین منو، برو به رئیسا تو استانبول بگو دیگه نمیتونین پاتون اینجا بذاری. نشونتون میدم، به زودی نشونتون میدم. برو پیکاره. حالا همگی با هم. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Ya bakalım. Sen bana yürüyünce. بله همه اینا رو میتونید بنویسید. ما شما رو با خانواده‌ای که تحت فشار قرار داده شدن و فریب داده شدن روبرو میکنیم. ممنونم. دوستان مطمئن باشین هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا زمینای فروخته شده رو پس بگیریم. ممنون از توجهتون. واقعا نقشه خوبی بود. به تبریک میگم. منم به تو تبریک میگم. با هم دیگه خیلی خوب کار کردیم. هنوزم از من عصبی هستی؟ لازم نیست که الان جواب بدی. بالاخره از این به بعد اینجایی. همه رفتن؟ آره. تو برای شو مد میمونی؟ نمیدونم، شاید بمونم. تو چی؟ منم بیکارم. سلام به همه. دوباره کنار هم هستیم. قبل از شروع برنامه میخواستم شما رو با یه نفر آشنا کنم. برنامه مسابقه رو هم ایشون اعلام میکنم. منظورم لودوس هست. سالها هویتش رو پنهون کرده و هیچ جایی دیده نشده، ولی بالاخره امشب با همدیگه ایشونو میشناسیم. تو میشناسیش؟ نه نمیشناسم. تو چی؟ یالا دیگه بگو ببینیم کیه. بلای با امید تو چت شده یه دفعه. چه میدونم جوگیر شدم جون تو. من لودوس باشم چی میشه؟ مخفی میکردم. ساکتچین دخترم داره حرف میزنه. تنهایی که همه کاراشونو میشناسیم، از جشنواره‌های مختلف جایزه های زیادی رو دریافت کردن و برای تعریف از ایشون کلمه ها کفایت نمی کنن. خودمم طرفدار دو آتیششون هستم. معرفی می کنم، این شما و این هم لودوس.
نه بابا، این مرد زن حساب در اومد که. آیتنه. آیتن کیه دیگه؟ من این زنه رو دیروز صبح تو خیابون دیدم، خیلی لباس شیکی پوشیده. مادر پویراز برگشته اینجا. باورم نمیشه. سلام. تا امروز خواستم هویتم مخفی بمونه، دلایلی هم داشتم. از طرفی هم نخواستم با داستان زندگیم بیشتر از طراحی ها تو چشم باشم. من یه داستانی دارم که از همه مخفی کردم، البته که به موقعش همه میشنیدن و زمانش امروز بوده، ولی با یکی رو در رو شدم که به من جرأت داد. پویراز. زیبایی و سادگی و خوشگلیش به من الهام داد. منم خواستم مثل اون بشم. گفتم شاید یه فرصت دیگه هنوز داشته باشم و حالا در حضورتون میخوام که از اون تشکر کنم. پویراز کجا میری؟ پویراز. حزیران صدفلی. آره تو حزیران. لطفاً بیا پیشم. از مجادله کردن دست بر نداشتی، منم دست بر نمیدارم. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم تا پسرم منو ببخشه. پویراز چی شد ها؟ من چه خبره؟ جهنم شروع شد. پویراز وایسا، کجا میری؟ وایسا پویراز. تو اینجا چی کار داری؟ ها؟ گم شو، از اینجا برو. پویراز همه دارن نگامون میکنن. بعد از این حرف نمیزنیم، هیچ وقت حرف نمیزنیم. از اینجا گم شو برو، به منم دست نزن، حتی اسمم به زبونت نیار. پسرم، من پسر تو نیستم، به من نگو پسرم. برو با هویت جعلیت هر جایی که میخوای زندگی کن. برو یکی رو پیدا کن، باهاش فرار کن. پویراز همه چیو به توضیح میدم. چیزی رو به من توضیح نده، نمیخوام بشنوم. تو دروغگویی، باورت ندارم. پویراز ولم کن. با بزرگترین دشمنم هم دستی کردی حزیران. متاسفم برات، تو با این هیچ فرقی نداری. پویراز اون تقصیری نداره. تو دخالت نکن. تو حق حرف زدن نداری، حق زندگی کردن هم نداری. دیر یا زود به خاطر کارهایی که کردی مجازات میشی. دیر یا زود مجازات میشی. از کجا میدونی مجازات نشدم؟ دست از سرم بردار. لودوس گویاست. تو یه بیچاره ای، دلم واسط میسوزه، ازت متنفرم. دیگه جلو رام سبز نشو، مبادا با هم روبرو بشی. پشیمونت میکنم. تو هم همینطور.
پویراز لطفاً گوش بده. پویراز لطفاً گوش بده. پویراز وایسا گوش بده. واقعا نمیدونستم مادرته، واقعا نمیدونستم. یعنی چی نمیدونستم؟ تو این چند روزی داشتین همدیگر رو میدیدین. برو کنار. پویراز لطفاً گوش بده، خواهش میکنم گوش بده. نمیخوام بهت گوش بدم چون از این به بعد باورت نمیکنم. فکر میکردم یکم متفاوتی ولی اصلا نبودی. پویراز چی میشه یه بار بهم گوش بدی؟ پویراز چی میشه باورم کنی؟ دارم بهت میگم نمیشناختمش، الان فهمیدم کیه. با اون زنه به عنوان یه غریبه توی خیابون باهاش آشنا شدم، میفهمی همین؟ باور نمیکنم. از این به بعد حرفاتو باور نمیکنم. فکر میکردم تو با بقیه فرق داری ولی اینطوری نیست. تو میدونی چی میگی؟ اینطوری نکن لطفاً پویراز. خیلی هم متوجه حرفام هستم. داخل دیدمتون با هم دیگه خیلی خوب بودین، خیلی خوشحال بودین. آرزوی خوشبختی میکنم واسهتون. من دیگه نیستم. چرا تو اینجوری هستی؟ چرا همه چی برات یا مشکیه یا سفید؟ چرا نمیتونیم بشینیم نرمال حرف بزنیم آخه؟ چون که من همچین آدمیم، فهمیدی؟ ببین زندگی من یا سیاه یا سفید، حد وسطی نداره. یا اشتباه یا درست. تو هم یا با هم دشمنی یا همراهی. همین. حرف آخرته. آره. تو هم مثل مادر بزرگم و اون زنه به هم خیانت کردی. دیگه من هیچ کیو ندارم. پویراز نیست، فراموشش کن. من هستم و ولت نمی کنم پویراز. من ولت نمی کنم. حاضران ولم کن. ولت نمی کنم پویراز. میگم ولم کن. حاضران ولم کن. پویراز گوش بده لطفاً. پویراز لطفاً گوش بده. پویراز گوش بده. پویراز Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısınlar dünyanın. Bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.